آش تو اینجور مواقع آدم مواجه بالا میشه. اومدم راستی نیاری دیگه. چقدر شد؟ 3500. همین؟ موشابی نیاوردی؟ نگفتی دیگه. کارتخوان بده. کارتون گفتی؟ کارتخوانو که دیگه گفتم که ده من بار. نگفتم والا. آقا پول خورد داری؟ بگو شماره کارتشو بده میزنیم تو کارتش دیگه. برو میزنم. نه فقط نقدی، ما نقدی حساب میکنیم. باره به نعمت بگو پیمان آقا گفتش که اذیتمون نکن تو رو. باره بابا من پولش اون پول هم دارش نداری. کردم. من برو نعمت نعمت من بابا پول دارش کردم. انقدر پیتزا گرفتم. بفهم ببخشین دیر شده. ببخشین بفرم. مشابه نیورده؟ هیچی توفتم نیورده. سس چی؟ آقا جان اون یخچال برو سسو برای خود برده بیار. قور میزنی پیمان. برو چی بزنم آقا جان گشنمه. هر چی میخوای برو. خوشبوشم یخم راست موبایل نمو بیا دور ساس چکار داره آقا من ببینم گفتم فقط بیارش برای چی سفر نگاه میکنه ازم نمیشه نگاه نکنم. خب داره زنگ میزنه دیگه. آیو چطوری خوبیم؟ ببین به خدا وقت نکردم فکر کنم من نمیدونم چرا اینقدر عجله داری میکنی با سویل کار دارم اونجاست. من زنگ میزنیم مگه خودت شاید موبایل نداره